یعنی ناحق حکم کرد طبق فرموده الله تعالی و طبق نازل کرده الله تعالی حکم نکرد، طبق قرآن حکم نکرد، طبق سنت حکم نکرد. و من لم یحکم بما انزل الله، الله تعالی میگه کسی حکم نکند به غیر آنی که الله نازل کرد، حکم کند به غیر آنی که الله نازل کرد، یعنی به دیگر چیز، فاولئک هم الکافرون، اینا کافر هستند. ابن عباس در تفسیر همین آیات چی گفتن؟ قال لیس بالکفر الذی تذهبون الیه، این کافری که الله تعالی در اینجا گفت نه اون کافری که شما میفهمید گفتن. انه لیس بکفر ینقل عن المله، این کفر نیست که از ملت اسلام نقل کند به بیرون اسلام، این کفر نیست که از ملت اسلام نقل کند به بیرون اسلام. بعد آیات را باز تلاوت کردن و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون کفر دون کفرین گفتن. این سخن ابن عباس است تا همینجا، یعنی این آیات و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون کفر دون کفرین، این سخنی که است سخن عبدالله ابن عباس است. بعد این حدیث در کجاست؟ اخرجه الحاکم، این حدیث امام حاکم روایت کرد، ابو عبدالله حاکم نیسابوری در کتاب مستدرک روایت کرد. مستدرک حاکم کتابی است که امام حاکم اون حدیث هایی که صحیح است در نزد خودشان و باید اون حدیث ها در داخل صحیح بخاری و مسلم می آوردند، ولی بخاری و مسلم روایت نکردند، برای آنکه امام بخاری گفتن که و ما ترکته من الصحاح اکثر، حدیث های صحیحی که در بیرون صحیح بخاری هست بسیارتر است از اونی که در داخل صحیح بخاری است. کی اگر گپ داشته باشد رود به عبدالله ابن عباس حبر الامه و ترجمان القرآن. لیکن دیروز صحبت جوابی برادر شیخ محمد رو در حق سهراب دیدم، سهراب سخن شدم، باور کنید خیلی در تعجب افتادم و از یک جهت جای تعجب هم نیست، همین چیز عقیده اینها بود، لیکن به این جرأت و به این بی‌منهجی و به این کبر و غرور کسی که اعتراض داشته باشد در این مسئله برود به ابن عباس بکند، حالا که سند از سند دینون در نزد ما میگن که سند، این دین سند دارد و سند دین است. یگانه مذهبی که به سند دین میگیرد و به سند یک چیز رو اثبات میکند یا انکار میکند این اهل سنت و جماعت است. کجا شد همون طالب علمی که در فلان جا و فلان جا خونده است یک مرتبه به سند روایت نمیکند؟ سند این روایت را حاکم در مستدرکش روایت نموده است که مستدرک یعنی معنایش حدیث بخاری مسلم را باید در اون باشد. این سخن رو به یک طرف گذار. مستدرک امام حاکم رو هزارها علما 30% و بعضی از علما زیادتر از این رو ضعیف میدونن. در مستدرک امام حاکم بودن حدیث این دلالت به این نمیکنه که 100% به مانند صحیح بخاری و مسلم است. یکم مسئله دوم، این روایت را همه علمای محققین ضعیف میدونن که از هشام ابن حجیر ان طاووس نبیه ان عبدالله ابن عباس همه ضعیف میدونن. اگر صحیح باشد هم میگن که این در یک مسئله معین است، میگن اگر بنا بگوید که خیر صحیح است در یک قضیه معین که انسان همینجا خودش گناهکار بودنش دارد، حکم الله دارد و حکم غیر الله شرک کفر دارد. یک حکم غیر الله گوید که نبی من میگم به جای حکم الله تبدیل این حکم به دیگر شرک تبدیل، شرک مبدل داخل شد. السلام علیکم. این جاهلی این به دین الله سبحانه و تعالی بردن. خیلی ما به نزدیکی است وقتش میاد خیلی جواب کامل در این مسئله میدیم، لیکن حلقه زیاد در این مسئله گوش بکنید و از این شبهات این که به مانند خانه عنکبوت است با خبر باشید. بارک الله. استاد یکی از جهل اینها میاد که بین حکم برآوردن و حکم کردن فرق نمی روند و ما میگوییم که اگر دولت اسلامی باشد یک حکم است، یعنی حکم برآورد به غیر حکم الله، یعنی قانونی بکند امیر مسلمان ها مشرک میشود. درست استاد؟ یعنی مسئله حکم است، مسئله تشریع است، مسئله تبدیل است، مسئله الزام است، مسئله اطاعت است، مسئله تحکم است که این همیش الوهیده شرک فقط شرک اکبر کفر اکبر در باب حکم است. یک نفری که یک میبراند یک چیزی رو میبراند و حکم الله رو به یک طرف میگذارد، این به دو شرک اکبر واقع شد. اولا قانون برآورد فقط الله است، در شرک در ربوبیت واقع شد، شرک و تشریع، شرک در ربوبیت به اجماع علما.
و کسی که حکم الله به یک طرف گرفته بجاش حکم الله میبرد، این با شرک دوم مبدل داخل شد، تبدیل دهنده. به اجماع علما هر دو شرکت ورد. اگر همین با حکم کند به همین قانون برآوردش، این بسیجش با خورد حکم کرد قانونی که خودش برآورده است. اما اگر یک مسلمان قانون نبرآورد، تبدیل ندهد، همین حکم الله گوید در یک قضیه یک مراتب دون مراتب به خاطر شهوت، شهرت و غیره حکم کند خودش داند که این کارش کفر است و گناهکار است، این مسئله رو علما کفرون که در تفسیر ابن کثیر وجود دارد، در تفسیر ابن جریر طبری وجود دارد، اضواء بیان محمد امین شنقیطی که بعضی از زبانش وایمه کرده میبرد وجود دارد، لیکن نوع گمراهان است. مذهب که جهمی شد به جانب جهمی کشیدن میگیره، ولو که مسئله قدر واضح است که به گفتن درست نمیاد. خوش میکنم در سر حکم غیر من الله منتشر کنید برادران. الله شما را حفظ بکنه. بارک الله فیکم.